خراسان ولاته که برفرح و خدان دیروکه که درو دریجه. بارک مزن جوی ولاتی نهال باکور روشالات ایرانه جی و وار حجمارک مزن جو کردایه. او کردانه کنگی جو ولات خواهی دایی که دور کتنه. صدم و کوچ بربون وان چی بیه؟ پرسا کردن خراسانه مروف دلگیر دیگه. واقع چاپو که من دستگیر کردن اولین پرسشه که جمع کردن گفتن ما تحقیق کردی علی خراسان کس کرد لخراسان تون اینا درادش بی خود دکی یعنی خراسان کرده هم در دور 2 میلیون یا زیرتج 2 میلیون کرد لخراسانه کفره گوره اجداده مجی لخراسانی هنه که 2 سال پیشتر تا نکن کرد هنه پس از کردم جنه مجی کرده پس لخراسان کرد های او خراسانه کل ایرانه و ناب خراسانا مزن دهات ناس کرن نها بوی 3 پاریزگه لدو خراسانان یعنی خراسان نابندی و خراسان باکور هجما را کردن پره 50,000 45,000 چند هزار خانوار ل شرق قزوین مستقر بون تا خار و ورامین و مرکز تهران نکا و زعفرانیه و وان منطقان تا خار ورامین هنج کردان و جه اشیرتان و مالباتان یان لدردور ری بجیبون و کردن ایروی قزوینه یانجی زورینو چون کردستانه یعنی وگریان هاتن و دیسا لیخستن و ازبکان کشتار کرن و جوی وراتا وریخستن و خواه جایگزین بون کردان به خواستن آخا هاتن یان اونا به دار زوره هاتن کشبر کرن ولاته ما ارزروم و کروت و گل و توم 7 سالن از جیوم از 7 سالن که ارزروم جاوم هاتی ایرانی هاتی خراسان احساس قربت تکن روش فان چیانا چه من نینن مرخه چیه من هشینن گوی لوی رن دخینن کپکنه ارزروم قشنگتر دخینن او کوچا دیروکی براستی لچه تاریخ رودایه سردم و دستبون و دستحلات صفوی لإیران دا ده نوبرا صفویین کو شیعون و عثمانیین کو سنبون شرن پر مزن قومی باندورا کردان ده نوبرا هر دو ولاتان دا باندورک پر مزنه شما کو کردان هیزک پر خورد بون او بر به هر آلی واکو و گریانا او آلیا زورتر و خورتر دبو جبر ویه که هر دو آلین شهر هیدی نوبر خواه کرده والا دکرن و او دبرن نو سینورین خواه. در سلات صفوی جالی روشحالات و خدان دجمنه که پر خورد بود. ازبکان جاران هیرشی سر خراسان دکرن و او تالان و ویران دکرن. شاه صفوی که نکاری بود تبی هر دو آلیان شهر بکه لهمبر عثمانی ها سیاست و عرض شوطی بکارانی. لدور سینوری دا جبو پیشگردن للشکر عثمانی هر تشتین که دکاری بیه بکارانین شوطاندن و گلیوان دورنجی کشبر کرد. پایتخت ایران لوی زمان قزوینو ساک و کردان لمرز شرقی قزوین قرار بگیرن ادک جوانا
کوشتابه که مواظب قزوین بون که مغولان ازبکان جا شرقی خراسانی و کرمانی همراه نکنه پایتخت. و لسر و اساسه که هم دوینن هم شاه اسماعیل صفوی و هم شاه عباس مزن کردان جالی رجاوا کم دکن و تمار دکن و کوچبر خراسان دکن. سروکن اشیرتن کردان لدو را هفت جوینن و مسئله پیشکش آوان دکن که نها که هون لردا ملته نو و جرگین نو دگرن هون ورن بچن آلی خراسانه و وانا را گفت که سرزمینه کنه که خراسانی لا انتظاری از سرزمینه مثلا خار و ورامین و اطراف قزوین شیرن طرف یا وانا تشویق کرد وانا قدم و قدم هاتن. یک جتشتین که گر خندن و دیتنن مه دناو دیرو که دا بو سدم که صفویان جا کردان بترسن او بویا رو که لکل دمدم قومی بو. دسته امیرخان که جنگ که لزمان شاه تماس قد بو جا طلا چه کرن شاه سا امیرخان لبزیرین ها دست جزیر رو چه کرن بعد والایت اینا و شاه را مخالفت تکن جبر ویجی وی تم لبیا دفکره یا لبی پرسکری که هزا کردان بپارزه او هزا کردان بو کردان بکار بینه. ترکان ترن یاری شاه عباس ده ترن ویالی رو ده عرص شیروان دگره گنجه دگره ایروان دگره کل سرزمینی کردون کنه که ترکان و اوان سرگرفتی هن. بعد آقای امیرخان لبزیرین ترن منطقه مهاباد و سلماس دوره اکشین دوره خواه برج اکچی اکا قیام نکد شورش دکه وزده شاه عباس. پشتی ساله که بر خدا نکردان تیک دچه و امیرخان تیک کشتن. به فرمان شاه صفوی هم کجیه که مزن لدیجی کرده تیل دار خستن و هندک جوان کرده بر بخراسان و تین کوچ برکرن. در دیرو که دا حاتیه نویسین که در دوری 2 سالان کردن که جا را یکم بار کرن و هاتن آلی روژاوا دوره برا ریمان 20 جنیان جا کدن سلطان صفوی پیشنیاز وان کرد که جبه در باشتر و چهتر و برفرتر جی حیل ایرانه هنورن نها جبه ارا کوچبر بوان به 1000 کیلومتر دن به 1100 کیلومتر دن هرند سرمرزن روجهلات ایران لوی بجیبون او لوی اولاتک بیخدیه ولاتک برفره ولاتک پر آوایه به گلوگیایه او پر خواشه اون جیان آولوی خواشتر جبرا در باسته به کردانجی دیسا به هبرا جبیان و مشورت کرن و به هبرا گوتو بیش کرن بریاردان که کشبر ببن او کوچاخه دومانده حتی خراسان و هاتن کردان لسه مرلان هاتن خراسان اول شاه اسماعیل صفوی کوچ دا که هاتو وانا خراسان گرتو ازبکان گرتو سرکوب کرد تا بلخ چو مرزین ایران گیان در رود جیهون مرزین دوی ساسانیان جدو شاه اسماعیل شاه تماس پانی نه به صورت کوچک مرتب به مرور نه کوچه سوم که کوچه گرو خب گره نمید گفتن 50,000 خانوار هر گفتن 45,000 خانوار وانا هاتن رول خراسان هاتن جه سال 1000 که شروع بود حمله کردان رول خراسان شروع بود که ازبکان مغولان جه خراسان وریخن وانا خراسان نابود کرو قرار کرو تا سال 1011 بالاخره مغولان جه خراسان وریخستن و خواه جای گزون بود. 2 طایفه گر بود یک چمشگزگ بود که کردستان عثمانی و یعنی کردستان ترکیه اینکا بود چمشگزگ که رئیسه وانا حاج رستم بگ چمشگزگ بود که لدشت چادران لجنگ و سلطان سلیم هاتن کشتن ترکان درشن چمشگزگ چمش یعنی گاو یعنی که وانا و جرمه گاو دگرن چمشگزگ یعنی و ملته که سوره وانا جرمه گانه بنابر ام نکا اینه زعفرانلو نکا زعفرانلو شونه چمشگزگ گرتیه یکشی شادلو بویا وانا گشت لقفقاز بونه ایروان
شونه 400 ویا که مرکز کرده نه شادلو ویا شادلوان لعیروانی اون 18,000 مالونه 18,000 مالو کنه وقته لزمان صفویه که وانا حتی نخورد فنا بجنورته تو بهش که فردوسی چنده هم الان آتنا گیشتیم بلواره و هم مرتونه لی ایرش تابلو تو نه نویسینه مثلا شماره کلی لخسته نبرا خلطه فرا یه پره کرده ولی لب بازاره قدرت یه بازار دست ترکانه ولی داری و شهرها دولی خان شادلو لزمان نادرشاه چه کرد شهر قدیم لجیرو مکا ویرایشن کونگوند یعنی قلعه قدیم دیدی و شهرها لزمان نادرشاه چه بود بعد دو جاران فتح علی شاه هاتی مزرد خان دو جاران ناصرالدین شاه هاتی وی شهرها میوانه یار محمد خان ایلخانی بویا ببخشید آقا و عکسایی که ملاحظه دکن او لجور سردار مفخم جدی من دست راست سردار منتصر حیب الله خان که پلباسه به اصطلاح در وقت سفر کرون در فرانسه و لباس اروپایی لخال کریه با سالن آینه که لبا کل قبلا عکسی به اصطلاح آچه قدیمی یا چیگن لبا را کل او هنک لانین هنک هنهینه برچی یوسف به اصطلاح یعنی شوالیه بی وقتا به سوان اروپا و شوالیه برام جدی من بود که با یورا سه طایفه شادی زاخر کاوی که بعدن شادلو و زعفرانلو و کیکانلو ناودانین کوچدان شمال خراسان شمال خراسان مرکز تاخت و تاز ازبکانا بود که لورا قارت دکن خلچه اسارت دارن و سالیان طولانی که جنگان اقدام بود خوشبختانه امنیت شمال خراسان توسط ایل شادلو به اصطلاح برقرار بود بسیار زعفرانلو بنا کل شیروان و گوچان و اسفراین اسکان پیدا کردن ولی شادلوان و بجنود و قرچولوان و بجنود و اومه ناتی سمرگان بنا تشت کل سر کجا میجویی و دیروکی کردان دا امدکارم ببیجن او پرسایکو یعنی پرساکو درباره و دو پیشکش مروف بکی او اکو بوچه دیروکی دا درباره به کوچا دیروکی دا تشتک مازن و برفرن نهاتی نویسی صدم آوه چند تشتن یک جا صدمان او اکو دوه دمه دا دیروک نویسن هری ناصرا و برچاو دو کسون یک اسکندر بی که منشی ترکمان بود گو کتاب آلمارای عباسی نویسیه یکشی میرزا مهدی خان کاتبه گو دوره نادری نویسیه یعنی او دو سلطان هری برچاو و بناف گو ده سردم و صفویان و ده دما افشاریان دا لایران فرماندار بونه او دستحلات دست واندا بویه کاتب انوان و دیروک نویس انوان جبرگو به اصل یخن نکرد بونه ده دربار کردان دا تشتک ننویساندنه لما خوابن ده ناف کردان بخدا جی نوسر و دیروک ناس و دیروک نویس من نبویه گو به دلسوزه دوی باره دا لیکولین بکه و بنویسه او لدیروک نجمه رو داینه تشتن اوسا
از ماتمایی ما لسر به بوچه کرده من بخه بوچه ننویسینه لسر به تشته اوجی 200 مخواهنه گردیت نامه یک جداهی ناور کردن کشبربوی او کردن مایی جهیلا اولی دایه یعنی جبر کو کردن کشبربوی دبنگه باور خدا هن باور علوی و ایزدی هبونه به تایبت علوی هبونه او پرانی کردان ورگو ام ایرو دزانن پرانی هجمار وان یعنی سدین هشتی سدین نوت وان سنه مذهبن و اولا وان سنیه باورم کو پر هز ناکرنه یعنی پرج کردن کشبربوی هز ناکرنه کلا سر به بنویسن بلکم او یک جا صدمان به صدم دودیان جی دور کتنا کردن خراسان جا کردن روجابا او کردن روج حلاتا کردستانا گره جبر که کردان دور کتبون او لوه سردم مینا ایرو هاتن چون تن نبوده نابواندا او مدیات نبو وان نکاری بوجه حال هب بپرسن او دربار هب دا هنتشتان بنویسن تشتک دنجی دیروک نویسن وک اسکندر بیک پر وقتان رولا ترکان و ترمانان برچافتر کرنه از باورم که تون نکرنا کردان دا دیروک دا او تشتک سیستماتیک بویه یعنی لگور برجواندی قومیتی خواه وی اسکندر بیک او تشتانا نویسینه آن ننویسینه به جیبونا کردال خراسان داویل ایریشن ازبکان آنیه جار ناجار جن و جوانین کرد به دار زوره دهاتن اکسیر کرن و فروتن یک جوانین که به دست ازبک هاته بو اکسیر کرن نادر بو که پشتی چندین سالان روی و گاری به بعد سالادار ایرانه نادرشاه افشار لکبکان جدایک بویه او به اصل خواه کردن ده سالا 1100 یار کوچی هاتیه دونه او به دیروکا زاینی ده او 1688 یعنی لست سال و 17 لحجد سالیتیا خدا ازبکان رشتینن سر گندن خراسانه او به دیا خوا هیسیر دمون دیل تنگرتن او وان دوانه خیوه و بخاره دناب آسیا ناوین دا نه خیوه خرا مکانه من هستر بونه آونانه من کس ناگره نشانه من هر کس لخیوه ها تفریتن کاری تمامو تا عبد لای بدبخته بود وانا 4 سال لای اسارت مان تا دی نادر لای اسارت جبینه چون حسیرو لای وقت در دورنج کشان تا این مر او جدس ازبکان خد در روینه و ودگر خراسانه جگابا که ودگر خراسانه و ودگر درگزه او کومک جه حوال امخواه دوره خواه برفته که او هدی به پاراستنا سینوران و به شرکرن به ایلو عشیرت اندن را و ناوک جه خرا در تیخنه یعنی وی ناستکن کم حکومت صفوی دویز کو جایلک جوانک اوسا درکتی جهالی درگزه دا او هدی جوی را دعوت اشینن نامه بره کن کو او بیو او دناو لشکر صفوی دا جی بگره ده 40 سالته دا او براستی بو سلطان او بو نادرشاه افشار رانیا دست کفته نادرشاه ده چاخ شهر دا داگیر کردن ولاتن عراقایی رو قفقاز، قندهار، بخارا، هندوستان و خوارزم بونه. دشتا کلاته کلهکی خوازایی یکو لچار آلیا به چیای آسه و دورپیچه. لو منادر اوک مال و جی جیانا خواهل بجارتیه. یک جا آواهی این که به دست نادر هاتیه چه کرن کوشگاه خورشیده. کوشگاه خورشید سرایکی 8 گوشه یکو به ایوان او دا هاتیه دور پیچ کرن. لحساس دا سرای خورشید گورو برجه که به مری نانادر نیوه ساز مایه. ارتش رختیاره کردان بیشتر اکثریت
بعد چه خب زن نبل آخرش کن نادرشاه جهان دوستانی وگریاهات دلایل چند همون کن نادرشاه بالاخره لخلتی بدبین بود چون نادر مالیات وضع کرد گری واق پاشانا 160,000 قوشین 200,000 قوشین و خرج دخواست امکانات دخواست اینگاه نادر مالیات کرد و قسم مالیات دخلتی گره و خلق بیزار بود و کردان گفت که نو زندگی که هم قارت دونه شورش کردن اینگاه بلوچان لوی شورش کرد بختیاریان لوی شورش کرد ترکیه نه ارومیه لوی شورش کردن گشت بو شورش وساط وان مالیاتی نسنجیم موزه نادر لباجار مشهده او موزه هان به جور این چکا تابلو کلسته این سواره و پرتوکین دست نویسی بیناسه یا بیرین دوره یا افشاری یادی کرد لسر ناکوکین که ده میجوی ویدا چه بویه لسر بدگمانیین که ده دل ویدا چه بون بو مروبک نباش مروبک شرخاز مروبک خیر نخواز و لسر به کره خجی گیر کرد و هنگا او دخواست که بچه و کردانجی سرکوت بگه او کردن که جار جاران آلی وی کرون لهمی شرن که نادر لروجاوا لروجهلات لباکور پیک آنی یک جهیزن هری خورد و فرماندار هری مزن دناب لشکر ویدا کردن خراسانه بون واقع گوتنه که کردان نادر لقوچان نادر کشتن اصلا بکلن داره درسته نادر لقوچان ها کشتن ولی اصلا دخل کردان تو نو کردان لقوچان سنگرگیری کنون که اگر سان نادر بیا جنگ با جنگ کر پیرا گاوا کو ایواره دکوین خدا رازا و دوربر وی فرماندار لشکر وی کامپلو یک شکرن و هیرش برن سر نادرشاه گاوا کو او راکت بو و وارکو دوی جن سر خد دانی و سر جونیه جن آخوا هیرش برن کتن ناف کیونوی و به خنجر خواه لن نادرشاه خستن و او جبه خستن و پشتی نادر جی حیایی رو کردان رو لک مزن ده دیروکا خراسانه و پاراستنا سینورین خواه جهن بر دجمنان لیستیه. ده 100 سال 19 دا باجار حرات کنه حال ولات افغانستان دیه به خبات کردن خراسان جدست انگلیسی رزگار بود. لسردم و ایرش عورستان جی دیسا کرده برای خودان عنی شر سرهلدانن سردار ایوز ججو خان و تیفگل لدجی اورسان لزارگوتن و گلک ستران و سیخشتیان حاتیت و مار کرن Haydan bırak sarılı salatana Yarman arma cacol sardare